آیا می دانستید علاوه بر حالت جامد، مایع و گاز، حالت چهارمی به نام پلاسما نیز وجود دارد؟ خب، حالا پلاسما چیست؟ برای درک بهتر ماده‌ای مانند آب را در نظر بگیرید. در حالت اولیه آب به شکل یخ جامد است. در این حالت سطح انرژی مولکول‌ها پایین است و در نتیجه مولکول‌ها که اجزای سازنده آن هستند در ساختاری منظم و ثابت قرار دارند. اگر کمی انرژی به شکل گرما به یخ بدهیم، ذوب می شود و به مایع تبدیل می گردد. در این حالت مولکول‌ها دیگر در ساختاری منظم و ثابت قرار ندارند و حرکت آنها بیشتر می شود. اگر به مایع گرمای بیشتری بدهیم، تبخیر می شود و به گاز تبدیل می گردد. در این حالت سطح انرژی مولکول‌ها بسیار بالا رفته و پیوندهای بین آنها شکسته می شود و مولکول‌ها آزادانه در فضا حرکت می کنند. حالا اگر به گاز انرژی بسیار بیشتری بدهیم چه اتفاقی می افتد؟ بله، گاز به پلاسما تبدیل می شود. در این حالت تعدادی از الکترون‌ها از اتم‌ها جدا می شوند. به این فرایند یونیزاسیون می گویند. هر مولکول از تعدادی اتم تشکیل شده است. اتم‌ها نیز از ذرات زیراتمی به نام پروتون، نوترون و الکترون تشکیل شده‌اند. پروتون‌ها و نوترون‌ها در هسته اتم قرار دارند و الکترون‌ها با توجه به سطح انرژی خود در مدارهای به دور هسته اتم می‌چرخند. وقتی انرژی زیادی به اتم‌ها داده می‌شود، الکترون‌ها از اتم جدا شده و اتم به یون تبدیل می‌شود. این ذرات باردار یعنی یون‌ها و الکترون‌های آزاد پلاسما را تشکیل می‌دهند. در این فرایند بخشی از انرژی به صورت فوتون، ذرات نور، از اتم خارج می‌شود. این فوتون‌ها عامل ایجاد رنگ‌های زیبا در پدیده شفق قطبی هستند. امیدوارم با این توضیحات آشنایی بهتری با حالت پلاسما پیدا کرده باشید.